سلام، وقتتون بخیر. بنده پژمانم. خوش اومدین به کانال سی اکسپلور. من در ویدیوی گذشته درباره باز کردن حساب دبیت یا حساب نقدی توی کانادا صحبت کردم که به چطوری باز کنیم و این حرفا. چه آفری داره که این بونسی بود که حالا معمولا 300-400 دلار هر کدوم میدن، مونده به شرایط، زمان و اینا که باید اونو بسنجین که کجا برای شما این بهتره. در واقع مثلا یه جا این خوبه، یعنی هر کدوم بالاخره زمانی داره دیگه. یعنی توی زمان خوب شما باید برای خود یه برنامه بذارید، بگید الان مثلا تو این دوره خوبه ما بریم اینو بگیریم، مثلا 3 ماه دیگه اون یکی خوب میشه اون یکی کم بگیریم بالاخره. ولی بقیه نکاتی که شارژ ماهیانه و سالیانه و ایناش هم در نظر بگیریم. ولی خب حالا اینطوری. حالا برسیم به بحث کردی کارت و کردی اسکور. در واقع چرا این کردی اسکور مهمه؟ به خاطر اینکه یه عددی اعتبار شما رو میسنجه. لزوما فقط همینه، نه واقعیت. یعنی شما الان مثلا کردی اسکور خیلی بالایی داشته باشی دیگه تمومه، مثلا خونه میخرید، نه اینطوری نیست، چون درآمد شما مهمه، چیزهای مختلفی شامل میشه، این کردی اسکور ختم میشه. الان که من این ویدیو رو میگیرم اینترست ریت ها که خیلی بالاست، حالا اصلا زیادم منطقی نیست که الان مثلا آدم وام بگیره، در واقع چه بخواد خونه بخره چه بخواد ماشین بخره، به خاطر اینکه به پاتون خب خیلی در میاد و اینا. الان کسی که الان میخواد حساب باز کنه بهترین وقته که بتونه چند تا حتی کردی کارت. لازم به ذکر بگم اینا هیچ کدوم فقط تجربیات منه و درست و غلط بودنش یعنی بر عهده بنده نیست. من چیزی که خودم تجربه کردم، هیچ ادوایسی نیست، فقط تجربیات هم به اشتراک میذارم و از روی صحبت‌های من تصمیم نگیرم. این تجربیه که من داشتم اینطوری بوده و این تجربیات برام این جالبه که وقتی که من خودم می‌خواستم اینو باز کنم خیلی یوتیوب و همه جا رو گشتم و فلان، حتی ویدیو انگلیسی و فارسی و اینا. دقیقاً فارسی همون انگلیسی ها بود، ولی این نکاتو من بعدن اینجا رسیدم گفتم خب چرا. مثلا حتی من با خود اون کسی که تو بانک بودم صحبت می‌کردم میگفت که همون حرفا رو میزد، ولی خب یه بالاخره راههایی داره آدم بگرده پیدا کنه، میشه باحال‌تر باشه، مثلا زودتر اون کردی که میخواد کردی اسکورشون رو بسازه، یا بعداً یه مزیتایی داره که الان براتون شرح میدم. یکی این که چند تا کردی بگیریم. یه چیزی هست که میگم مثلا در سال یه دونه کردی بیشتر نگیریم، 2 تا کردی کارت بیشتر نگیریم. یکی اینه که کردی کارت از کجا میگیریم، این مهمه. من از اولش شروع کنم که همونجوری که شما میرین دبیت کارت رو بگیرین به کردی هم درخواست میدین، فقط اونجا بهتون نمیدن، پست میکنن در خونتون. این خیلی مهمه چون به جای کارت شناساییتون میتونین استفاده کنین. در واقع اعتباریه که به شما میده، از اون اعتبار خرج میکنین. در مثلا یه روزی داره که این بالاخره صورت حساب شما رو میفرستن، بعد یه 21 روز مثلا وقت داره که اینو پرداخت کنین، یا مثلا مینیمم پیمنتی میدین که بقیه‌اشو قسطی مثلا چیز میکنن، یعنی ماه بعد پرداخت میکنین، یه سود میاد روش ولی قبلش سودی نمیاد. یه سری بعضی از کردی کارت ها مثلا کشبک داره، یعنی شما یه پولی که هزینه میکنی خرید میکنی اینا یه درصدی برمیگردونه، مثلا 1%، 0.5%، 2% مونده به نوع کردی کارت شما و نوع خریدش. مثلا گروشری خرید کنین شاید مثلا 2% باشه، شاید بنزین بزنین 1%، متفاوته. تو هر کاتگوری کشبکیه یا امتیاز میده. امتیاز این مثلا یه پوینت هایی رو جمع میکنین، بعد مثلا گیفت کارت آمازون میگیرین، یا مثلا مثل یا گیفت کارت جای دیگه، یا یه کد مثلا تخفیفی و یه چیز در این مدلی. یکی هم که هست در واقع برای چیزای هواپیمایی بیشتر، امتیازهای پوینت های بیشتر هواپیمایی میگیرین که مثلا امتیاز اونجا جمع میشه،
بعضی حتی مثلا تو فرودگاه لانج مخصوصی دارن و این حرفا که بحثش جداه. ولی یعنی امتیازایی که بهتون میدن تو این 3 دسته است، همه رو با هم ندارن هیچ وقت. اینطوری یعنی شما یک کدوم از این کارت رو احتمالاً باید بگیریم، میتونید از یه بانکی کارت رو بگیرید، از بانکی کارت دیگه اینا. ولی به نظر من نقد از نسیه بهتره دیگه. حالا کشبک خوبه، الان می اینقدر میده، حالا این کارت رو بده امتیاز جمع شه فلان شه، یه ذره کار سختی. حالا زیاد مهم اینه که اون آفر چقدر، کشبک چند درصد و این همون که بونسی که گفتم مثلا اونجا میده. مثلا تو کردیت کارت چطوریه؟ میگه شما اگه این کردیت کارت رو باز کنی آقا 3 ماه اول اینقدر بهت کشبک میدم، مثلا 1% اون کنم 10%. در واقع همین کشبک 10% مالیات شما هم در واقع نمیشه که برای هر خریدتون پرداخت میکنین که حالا مثلا 12%، ولی حالا در اصل بالاخره از هیچ بهتره. خب چون بالاخره مثلا شاید مثلا مونده به اون هزینه‌ای که میکنین، مثلا اولا که وارد میشین هزینه‌هاتون هم بالاست و اینا، مثلا وسایل خونه میخرین بالاخره اینا رقم شاید مثلا چه میدونم شاید توی یه سال شاید یه $2000 از مثلا بونس های چیز بگیرید، دیبیت کارت ها یه $1000 $2000 از این بالاخره کردیت کارت ها، ولی به شرطی که با این مراحلی که من میگم در نظر بگیرین. یعنی با این از این طریق میشه، یعنی مثلا شاید 5-6 تا کردیت کارت روز اول داشته باشین، بالاخره 3 ماه دیگه تمام شما یه محدود خریدی دارین دیگه. خب ولی مثلا اینو به ترتیب باز کنین. چه کردیت کارت هایی باز کنین؟ الان فقط بانک ها نیستن، یه سری مؤسسه های مالی هستن که کردیت کارت میدن و تقریبا همه جا دیگه تو کانادا کردیت کارت میدن دیگه. نمیدونم استارباکس، تیم هورتون دیگه، هر چی دیگه، کوچکترین تا بزرگترین، یعنی کاسکو خودش فلان، اینا رو کلا فراموش کنین. و اول کسی که میاد مثلا اونجا یه جوری مثلا شاید یه وای چقدر خوبه، ولی نه اصلا خوب نیست و مثلا اپروف شاید نشین. تو بانکه که شاید اپروف بشین. بالاخره اینا هر کدام یه هارد چک میخوره و اون شاید امتیاز شما رو تحت تاثیر قرار بده. این اثرش میره، مهم نیست در واقع، ولی خب فعلا نمیشه. شما که تازه کردیت کارت نداشتین تا حالا، بهتره که این کار انجام بدین. من یادم رفت اینو داشتم میگفتم صحبت هم واسه تو ایرانی خارجی دیدم این بحث کردیت کارت رو که میکردن، بیشتر بحث اینه که کسی که داشته چیکار کنه الان بره بالا، برای کسی که اول میاد مثلا ما ایرانی که الان نداشتیم کردیت کارت رو قبلا چیکار کنیم، این نکات مهمیه. خب بعدش عرضم به خدمتتون اینا رو چطوری مثلا 3 ماه یک کشبک زیادی میده. 10%. شما باید مثلا حساب کنین که آقا 3 ماه من از این کارت استفاده میکنم، اینا هم یه سخفی دارن، اینطوری نیست. این 3 ماه استفاده کنم، 3 ماه بعد میرم یکی رو باز میکنم، 3 ماه بعدش هم میرم اینطوری. خب چیکار کنیم این کردیت اسکور بره بالا و چه چیزای مهمه؟ خب اینو من خیلی دیدم. حالا من یه بارم اینا رو چیزایی که تون توضیح میدم چون ویدیوهای دیگه دیدم، احتمالاً شاید شما هم دیده باشید، من زیاد از روش سری میگذرم، ولی لازم باشه توضیح میدم. همه رو کامنت بذارید، اینا شاید ویدیو دیگه بذارم. چیزایی که مهمه اولا که اینکه چیکار کنیم و شما وقتی اینجا بیان یه برنامه مثل کردیت کارما میزنین که کردیت اسکور شما رو نشون میده، خودش انقدر راهنمایی میکنه، میگه این کارو بکن، این کارو بکن، اینقدر عمر کردیت اینطوری فلان و اینا. یعنی لازم نیست من بگم، حالا من به ترتیب از رو خودشم میخونم که چیزی هم جان انداخته بشه. چیزایی که خیلی مهمه برای تاثیر روی کردیت اسکور شماست، من مثلا به 3 دستن: های ایمپکت، میدیوم ایمپکت یا لا ایمپکت. های ایمپکت ها چیه؟ پیمنت هیستوری شماست، یعنی شما اون بدهی که دارین و همه رو سر اون استیتمنت دیتش دادین، یعنی مثلا در چند ماه چند سال فلان سر وقت همه رو دادین. این خیلی مهمه، تاثیر
چیزی داره که هم 30% چقدر تاثیرش اینه، یعنی خیلی تاثیر مهمی رو داره. حتی من شنیدم اینو اصلا به هیچ وجه پیشنهاد نمیکنم کسایی که خیلی مثلا مالی چی و اینا بودن و وارد توی که آره باز میکنین اول یکیشو ندین بخوره بعد پرداخت کنین، یهو بوست میشه اون کردیت کارتتون، کردیت اسکورتون. این چیزی بود که من شنیدم و خودم امتحان نکردم، برای همین فقط چیزی که شنیدم گفتم. اون اگه تونستین شاید یکی تونست بپرسه یا دوست داشت این کارو بکنه، ولی حالا خیلی هم تأثیری نداره برای شما. فاکتور مهم دوم کردیت یوتیلیزیشنه که چقدر کردیت شما مصرف میکنین از این کردیتون. باید زیر 30% باشه، حتی اینجا میزنه زیر 10%، ولی باید استفاده کنیم. مثلا 0 باشه انگار استفاده نکردین و نمیاد، میگه لازم نداری. کلا آدم باید بتونه اینا رو یه منیجی کنه، یه استفاده ازشون بکنه، چون با اینه که این شکل میگیره که این مثلا چقدر شما اینو مثلا استفاده کردین. یه پیشنهادی که من دارم، شما مثلا چند تا کردیت کارت میگیرین اول یا بعدش که به مدت یواش یواش اینا هی لیمیتاشون میره بالا، اینا سعی کنین با همین کردیت کارت ها خرید کنین، خریدهای روزمره، جز این که کش بک میده اینا هر چی خرید میکنین بالا چیزی که کش میخرین نه. مثلا شاید شما برین چیزی هست مثلا از با یه نفر یه چیزی بخرید، مثلا برین از فیسبوک مارکتی خرید، خب اینی که نمیتونین با کش بدین یا حالا یه ترانسفر کنین. خرید اینطوری منظورم نیست، منظورم مثلا سوپرمارکت خرید میکنین یه چیز اینطوری. اینا رو همه هر خریدی که دارین رو با کردیت کارت پرداخت کنین. اولا میتونین بعضیاشو مثلا قسطی کنین، ببینین بعضیش درصد داره. بانک‌های مثلا شما یه خریدی میکنین با یه بانک با مثلا 0% میتونین قسطیش کنین، مثلا 6 ماه دیگه 6 ماه پولشو بدین، یه سال اینطوری کار اینطوری هم میشه که یکی همین که این کار میکنه دیگه. کردیت کارت شما اندازه مثلا کار کنید مثلا 30% لیمیت که مثلا دارین همش کردیت کارت بگیرین، کارتای مختلف خرج کنین، بذارین این هی کار کنه. این باعث میشه خودش به مرور نشون بده شما استفاده میکنین و پرداخت میکنین. یعنی که شما بگیرین بذارین یه گوشه اون فایده نداره. 30% بیشتر هم خرید میتونین ها، یعنی شما میتونید مثلا بیشتر خرید کنین. مثلا وسط مثلا شما مثلا $2000 دارین، یه جا $1500 استفاده کردین، میتونین بریم $1500 بدین بعد بقیه ماه باز استفاده کنین. این هست. ولی خب این که مثلا چند تام داشته باشین خوبه. حالا در ادامه خیلی در این چند تا داشتن توضیح میدم. مورد سوم و مورد آخر دراگورتری مارکه که کالیژن به زبون خودمون میشه همین شرخه. خب شما مثلا یه پیمنتی رو مثلا چیز میکنین، ردش میکنین، پرداخت نمیکنین، بعد بانک یه بار زنگ میزنه، یه بار نامه میفرسته و اینا، بالاخره دیگه تمام میشه، میبینی که شما اینو پرداخت نکردی. چیکار میکنه؟ اینو مثلا $1000 شما بدهی داشتین، $1000 رو میاد به یه سری شرکت های کالیژن، در واقع همون انگاری همون شرخره خودمونه، یعنی نه لزوما به معنی، ولی وظیفه‌شون نقد کردن اون بدهی. بانک بدهیشو مثلا $1000 $700 میفروشه، به اون $700 میده، میگه $1000 من میرم میگیرم. اون رو یه جوری میگه چطوری این از من نپرسین چون من اینو نمیتونم. ولی این خیلی ایمپکتش خیلی زیاده، تاثیر خیلی بدی داره و هم تا 7 سال 6 سال 5 سال طولانی مدت هم میمونه. اینجا میذاره دیگه هر کدوم میاره. من اینا دقیق بخوام بگم به شما 6 تا 7 سال اینجا نوشته. خب من به ریزش شما بخونید یه باز کردین خودتون چیزای ریز و من نکات مهمش میگم. خب همین میدیوم ایمپکت چیه؟ این تاثیرایی که متوسط. هارد اینکوئری، شما میرین حساب باز میکنین، مثلا کردیت کارت میگیرین یا حتی موبایل میگیرین، حتی یه چیز اینطوری، یه هارد اینکوئری میخورین. نکته‌های مهم توی هارد اینکوئری: یک، شما حساب باز میکنین، اول که اومدی مثلا 3 تا حساب هم باز کنین، احتمالاً شاید یه دونه بخورین یا چند تا هارد اینکوئری بخورین، تاثیرش یه دونه است.
چون تازه توی یه هفته اومدی. این شامل این میشه که شما مثلا میخواین ماشین بخرین، توی یه هفته میخواین برین چند جا هارد چکتون میکنن که مثلا ماشین قسطی بخرین یا نخرین. این بحث یه ماهه هست، تو یه هفته ای هستش، یه هفته در روز. حالا بازش من دقیق نمیدونم ولی این هست. ولی تاثیرش هم 6 ماه بعد میره. یعنی اینکه مثلا شما الان 5 تا کردیت کارت باز کردین، 5 ماه بعد این تاثیر میره. اون چیزی که برای شما میمونه و آیتم دوم میدیوم ایمپکت کردیت ایج. خب شما این خیلی مهمه که چند ساله این مثلا کردیو دارین. نکته مهم اینه که شما الان باز کردین، مثلا میگن شما در 3 سال اصلا یه دونه بیشتر کردیت کارت باز نکنین، کارت چک میخوری، امتیازت میاد پایین. ولی سال بعد شما اونو باز کردی، دومی رو باز کردی، آفرای خوبی بهت میخوره دیگه. حالا مثلا میصرفه بر، یا مثلا درآمدت میره بالا. اینا کارتای رد بالاتری، مثلا چه میدونم مثلا امکس پلاتینیوم میگیری، باید مثلا 100,000 USD بیشتر درآمد داشته باشی و یه لانج مختلف. این چیزای اینطوری داره که مثلا $670 ما رو باید اصولا سالی پولشو بدی. یعنی داشتن اون کارتش ولی مثلا سنگین تر و اینا. این مدلی هم هست. ولی حالا کردیت ایج داشتم اینو گفتم، این چند ساله اینو داری شما. الان حساب دومی که باز میکنیم یه نصف میشه، یعنی انگار سال دوم باز کردیم میشه 6 ماه. برای همین من خودم هم همین کار کردم. چند تا کردیت کارت اول باز میکنی، حالا بخور الان که اینترست ریت ها بالاه و شما نمیصرفه زیاد وامی بگیری این کار اینطوری بکنین. یا خودتون اونایی که کسب و کارهای قوی هم دارن استراحت میکنن به خاطر اینترست ریت بالا. خب برای همین الان باز کنین، بعد مثلا شما 3 تا داشته باشین، سال بعد بیاین باز کنین، اینقدر تاثیر نمیده، 2 ماه کم میکنه این کردیت ایج شما رو. ولی مثلا یه دونه داشته باشین نصف میکنه. برای همین این چون ایمپکت بالایی هم داره و این حذف میشه. این 3-4 ماه 5 ماه 3 ماه 4 ماه 5 ماه مثلا دقیقاً هم بگم که این چیزی که اینجا نوشته رو بگم، نوشته 6 سال توی هیستوری شما میمونه و 3 تا 6 ماه برمیگرده. حالا واقعا اولش فکر نکنم، حالا بخاطر که پلنی داره، ولی چیزی که هست این. بعد اصلا یک چیز خیلی مهم که شما بخواید مثلا ماشین بگیرین، خونه بگیرین، این حقوق شماست. این کردیت اسکور یه عدده. خب خوبه ها، مهمه، ولی مهمتر از اون اینه که ببینید شما درآمدی دارین و این درآمد رو میتونین این چیزو پرداخت کنین. حالا این کردیت اسکور شما 800 خورده‌ای هم باشه، باز این مهمه. حالا برسیم به اون چیزی که ایمپکتش ایمپکت داره. اکانت اوورویو. مثلا شما چند تا اکانت مختلف داری. آقا من یه دونه مثلا کردیت کارت مستر کارت دارم، یه دونه ویزا دارم، یه دونه این درباره این یادم باشه حرف این بگم الان بعدم میریم. شما کردیت کارت میگیرین، حتما اولش خواستین بگیرین 2 تا بگیرین، یه دونه ویزا و یه دونه مستر کارت. لزوما من خیلی چیزی که شنیدم بودم و قبل از این که بیام این بود که آره ویزا خیلی مهمه، همه جا ویزا رو قبول میکنن و اینا، مستر کارت رو بعضی جا قبول نمیکنن. چیزی که دیدم خودم اومدم تقریبا همه جا مستر کارت رو قبول میکنن. جایی مثل کاسکو یا بعضی از پمپ بنزینا که شما میتونین اینو به جای که کارتو بزنین رمزتون رو بدین تپ کنین توی برای اون پری اپرووالش، یعنی که حالا طولانیه زیاد شد ولی با تپ مستر کارت مثلا خیلی از جا میتونه. مثلا کاسکو و یه سری جاها من دیدم که فقط مستر کارت رو قبول میکنم، ولی اینکه مشکلی داشته باشم تا حالا نه. کجاها من گرفتم مستر کارت؟ بی ام او مستر کارت، آر بی سی هم مستر کارت گرفتم، ولی فکر کنم ویزام داره، ولی من بی ام او رو مطمئنم مستر کارت و سی آی بی سی ویزا. حتما 2 تاشو داشته باشی. یعنی اینو توجه به اینم بکنین، جز بقیه مسائل اینم توجه کنین. خیلی طولانی شد من میدونم، ولی مورد آخرم اینه که انواع مختلفی از این چیزا رو داشته باشین.
کردیار داشته باشیم، مثلا کردی کارت داشته باشیم، وام داشته باشیم، قسط داشته باشیم، نمیدونم ماشین اجاره بدیم، خونه داشته. این من خیلی در تلاش بودم که همه چی تو این ویدیو بگم، ولی دیدم واقعا داره طولانی میشه و شاید از حوصله بعضی خارج بشه. من یه سری نکات مهم و کوتاه خلاصه سعی میکنم در ویدیو آینده بگم. خیلی ممنونم ویدیو رو تماشا کردین. ایشالله در ویدیوهای آینده میبینمتون. منتظر لایک و کامنتتون هستم. نظراتتون حتما بذارین. مرسی، ممنون. با امید دیدار در ویدیو آینده.